استاد این سوالشون رو نویسانده بودند که به استاد برسانه. اگر که چون صحبت نکنن سوالشون همین بود که به خاطر بی‌فرزندی از شوهر طلاق طلب کردن درست باشه؟ اگر شوهری دیگر کرده فرزنددار شدنی باشند بله حق دارند. اگر عیب در شوهر باشد، اگر امکانیتی فرزنددار شدن باشد صبر کنند، بگذار 1 سال 2 سال با طبابت کنند. اگر 100% یعنی امکانی فرزنددار شدن نباشد خیلی حق دارد. اگر زن فرزنددار شدنی باشد حق دارد که جدا شده چی کند. دیگه اگر شوهرتون عاشق شما باشد خیلی کوشش کنید صبر کنید به خاطرش. اینم فرض و حتمی نیست. همچون شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله مرده که دیدن در کوچه گریه کرده میگشت، ریشش تر بود. گفتن که چی گپ؟ گفت که همسرم گفت رفت، نمیخواهد همراه هم زندگی کند و من او را دوست میدارم. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله به خانه ما همسرش رفتن. گفتن که چی میشد که با فلانی شوهرت زندگی کنی؟ گفت که این امر است یا رسول الله. یعنی سوال داد که این فرمان است. اگر فرمان باشد یعنی مجبور اطاعت کردنش در کار. مؤمن و مسلمان اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمان یعنی اختیار ندارد، یعنی باید اجرا کنه. بنابراین پرسید که این امر است یا رسول الله. گفتن که نه، این شفاعت است، یعنی یه راهنمایی است. یعنی من طرفدار که با شوهرت زندگی کنی. گفت که لا حاجت لی فیها او کما قالت. گفت که من به شوهرم حاجت ندارم، یعنی نمیخوام. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم طرفداری کردن. یعنی اگر رفت شوهرتون عاشق شما باشد خوب است که زندگی را دوام دهید. نه اگر او هم خواهی رو خواهی ایست گوید، خیلی در این حالت میتونید جدا شدش دیگر شوهر کنید. الله تعالی اعلم. الله تعالی برایتون فرزند صالح نصیب روزی گردونه و برای تمام مسلمان هایی که فرزند طلب هستند الله تعالی فرزند صالح دهد. آمین یا رب العالمین.